پسره که الان دیگه همتون پرنسس شدید دیگه چه توقعی دارین که ما به پاتون بمونیم؟ یه روز مادرم اومد تو اتاقم من گفت پسر یه خورده پول داری به هم بدی من میخوام واسه شام گوش شهر کرده بگیرم پول ندارم به لحظه حرفا من اون لحظه عصبانی شدم با مادرم بعد صحبت کردم گفتم مامان مگه میشه پول گوش شهر کرده نداشته باشیم پول گوش شهر کرده هم از من میخوای به لحظه مادرم اون لحظه قلبش شکست دلش شکست ناراحت شد من از وجدان گرفتم بعد چند دقیقه رفتم به مادرم گفتم مامان منو ببخش من اون حرفو باد زدم یه خورده بهش پول دادم بعد دیدم مادرم داره گریه میکنه مامان چیه بلند یا بگو پسر من رو ببخشی من شرمنده شما شدم شرمنده تو شاهی شدم خدا من لعنت کنه باعث شدم مادرم این حرف دادن به خودم بابا ما ادام کردن ما خونه زندگیمون همه چی میده دولت مصدری که این من مادرم این تو خیابون تو پارک